برادران عزیزم، موضوع امروز ما حفظ وطن و اطاعت سلطان از دیدگاه دین مبین اسلام می باشد. بزرگترین نعمتی که بقای زندگی فرزندان و نویرگان ما و آن وابسته می باشد این تینجی و امانی و صلح و ثبات وطن است. مهر وطن دوستی توسط شیر مادر به جسم تن ما وارد می شود و ما همیشه باید با وطن خود تاجیکستان عزیز شکرگزار باشیم، افتخار کنیم و برای حفظ آن آماده باشیم، برای آبادی آن تلاش کنیم. ببینید وقتی که امر خداوندی جل و علا شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم زادگاهشان را، وطنشان را ترک کنند و به مدینه منوره هجرت کنند، آن حضرت صلی الله علیه و سلم برای ترک کردن وطنشان مکه اشک می‌ریزاند و قدم‌های خود را آهسته و آهسته به سوی آن می‌گذاشتند. دل ناخواهم و چشم‌های پر از اشک وطنشان را ترک کردند تا اینکه به جحفه، موضعی که میان مکه و مدینه رسیدند، چشمان مبارکشان پر از آب شد و این جمله را از مهر وطنشان به زبان آوردند: ای وطن من، به زودی به سوی تو باز خواهم گشت. اینجا بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وحی نازل شد و خداوند به حبیب خود وعده بازگشت به وطنش را اعلان کرد، چنانکه که در سوره قصص که یکی از آخرین سوره های مکی می باشد به همین قصه اشاره شده است. خداوند جل و علا در سوره قصص آیه 85 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. صدق. همان پروردگاری که قرآن را نازل نمود و تبلیغ آن را برای تو واجب کرد، قطعاً تو را به جایگاهت در مکه باز می‌گرداند. بگو پروردگارم بهتر می‌داند چه کسی هدایت آورده است و چه کسی در گمراهی آشکار است. خداوند جل و علا برای تسلای حبیبش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم این آیت را نازل گردانید و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از این خبر خوش تبسم نمود و از این پس قدم‌های خود را کران کران گذاشت و به سوی مدینه رهسپار شدند. بنابراین ما باید به قدر وطن و این گوهر امن و ثباتی که خداوند جل و علا به کشور عزیزمان تاجیکستان و مردم عزیزی آن داده است باید به قدر آن برسیم و چه پیر و چه جوان همیشه دعاگو باشیم که خداوند جل و علا این نعمت را از ما نگیرد. چنانچه خوب آگاهی داریم که تقریبا اکثر کشورها از این نعمت امنیت و صلح و ثبات محرومند. تخمینا 32 کشور این دنیا در خون و در ناامنی و در خوف به سر میبرند. این عبادت‌های دست جمعی با اخلاص و این عبادت‌های خالص همان وقت به وجود می آیند که وطن، سرزمینمان، این امانت خداوند جل و علا، خانه‌هایمان همه در امن و ثبات باشد. پس انسان می تواند با حضور دل و اخلاص تام خداوند جل و علا را طاعت و عبادت کند. در حدیث پیامبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمده است: حب الوطن من الایمان، یعنی دوست داشتن وطن از گوشه ایمانداری است.
در این مورد در روایت ذکر گردیده است در روی زمین آوازهای زیادی می باشند، ولی فرشتگان 3 آواز را به تدریج به آسمان می برند. یعنی خداوند جل و علا صاحبان این 3 آواز را دوست می دارد. آوازی قلم نفری که در راه خیر و هدایت جامعه برای حق می نویسد، برای پیشروی می نویسد، برای عدالت می نویسد. خداوند این آواز قلم این نفران را دوست می دارد. و آواز چرخریسی زنان، این از فضل و هنری حلال است. یعنی اگر انسان مهنت حلال میکند، زحمت حلال میکشد، خداوند جل و علا آن را دوست می‌دارد. و سومین آواز قدم زنی حامیان وطن، حامیان اسلام، آنانی که برای ثبات، برای آرامی مسلمانان خواب خود را ترک میکنند تا مرز و بوم مسلمانان و امن و ثبات مسلمانان و وطن خدشه‌دار نشود. از نگاه دیگر دین مقدس اسلام بنده های خود را امر به حفظ و حمایه وطنشان نموده. باید به ثواب و اجر و مکافات های این عمل نیک بشارت های دلگرم کننده داده است. در حدیثی که سلمان فارسی با روایت امام مسلم روایت میکنند از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند: رباط یوم و لیلة خیر من صیام شهر و قیام. یک شبانه روز حفظ و حمایه مرز و بوم در راه روزگی خداوند جل و علا بهتر است از 1 ماه روزه نافله و 1 ماه شب زنده‌داری و ذکر. و در دوام حدیث میگوید: و این مات جرى علیه عمله الذی کان یعمله. و اگر بمیرد در راه این خدمت، در راه حفظ مرز و بوم وطن و مسلمانان، همین اجر و پاداشی که هر روزه به او داده می شود در نامه های اعمالش پیوسته نوشته می شود. یعنی یکی از عملهایی است که صدقه جاریه گفتن ممکن است. و اجری علیه رزقه، و به او روزی داده می شود. در قبر چطور روزی داده می شود؟ یعنی در آرامیش است. پیامبر محبوبمون میگن، اشاره به قبر کردن و گفتن که هذا روضة من ریاض الجنه. این قبر خانه آخرت، خانه اول آخرت شما، روضة من ریاض الجنه، باغچه های از باغچه های جنت است. او حفر من حفر النار، یا اینکه چاه‌های از چاه‌های آتش جهنم است. نعوذ بالله. خداوند جل و علا قبرهای همه گذشتگان ما و شما را باغچه‌های از باغچه‌های جنت بگرداند و روح‌هایشان را شاد بدارد. و امین الفتن، و در دوام حدیث میگوید که از فتنه‌های عذاب قبر در امان میماند. عن انس رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. از انس خادم رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: عینان لا تمسهم النار ابدا. 2 چشمی هست که هیچگاه و ابدا در آتش جهنم نمی سوزند. این صاحبان این چشم کیها هستند و چی عملی کردند که خداوند جل و علا چشمهای آنها را برای آتش جهنم حرام گردانده است؟ عین باکت من خشیت الله، چشمی که از ترس و محبت پروردگار جل و علا اشکبار شود، پر از اشک شود از محبت پروردگار. آیا ما و شما شب یا روز در مناجات هایمان و دعاهایمان از محبت پروردگار و ترس پروردگار آیا چشمهای ما پر از اشک شد؟ و عین باتت تحرس فی سبیل الله، و دومین چشمان کسانی که بیدار خوابی میکشند شبها
تحرس فی سبیل الله، در راه خداوند جل و علا برای حفظ مسلمانان شب زنده‌داری میکنند، به خوابی میکشند تا اینکه مسلمانان در آرامیش بخوابند، شهروندان در آرامیش بخوابند. این چی فضیلت و برکت زیادی است. عن ابن عباس رضی الله عنهما قال النبي صلی الله علیه و سلم، از ابن عباس پسر عمک رسول خدا صلی الله علیه و سلم روایت است که خدا از او راضی باشد، فرمودند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو نعمت است که بسیاری از مردم در شکرگزاری و سپاسگزاری و قدردانی این دو نعمت غافل و بی‌پروایند. یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دو نعمت را تأکید کردند تا ما و شما این نعمت ها را همیشه شکرگزار باشیم، همیشه در نظرمون باشه. الصحه، پیش از همه صحت و تندرستی و سلامتی. انسان تا اینکه هیچ مرض و هیچ بیماری بالای اون آمده است و فکر سلامتی خود نمیشه. شکرگزاری سلامتی خود نیست. هر یک نفسی که ما میگیریم، نفسی که میکشیم و باز نفسی داریم، همه اینها شکر میخوان. در حقیقت اگر تمام وجود ما و شما اگر زبان برآورند و شکری خدا کنند، شکر یک نعمت خداوند جل و علا را گفته نمیتوان. برای همین است که ما وقتی نماز میگذاریم، وقتی سلام میدهیم، 3 بار میگیم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. پروردگار از تو طلب آموزش میخوام، پروردگار ما را بیاموز، از تو طلب بخشش میخواهم. پروردگار این نمازها و عبادتهای ما شایسته تو نیست، در آن پر از نقصان ها است، کمبودی ها هست. این نمازهای ما را پروردگار را با استغفارمان قبول بگردن و درگاهی بی‌نیازت. اگر همه انسانیت همه نیک شوند، همه خوش اخلاق شوند، همه مفید و منفعتناک شوند، هیچ چیزی از صفات و قدرت پروردگار جل و علا زیاد نمیشه. اگر انسانیت همه نافرمان شوند، سرکش شوند، هیچ چیزی از صفات و قدرت پروردگار جل و علا کم نمیشود. پس ما نماز میگذاریم برای خود میگذاریم و برای منفعت خود میگذاریم. خداوند جل و علا که ما رو خلق کرده است، او بهتر میداند که چی برای ما بهتر است. طبیعت انسان، خداوند جل و علا انسان را چنان خلق کرده است که طبیعتش چنین است، نیاز دارد. همون قوم و گروه و مردمی که به خداوند باور ندارند میگن خدا نیست، نعوذ بالله، یا میگن این دنیا با تمام این نازکی ها و با تمام این زیبایی هایش از طبیعت خود به خود پیدا شده است. همونها را میبینیم میگن طبیعت ساخته است، به یک چیز نه یک چیز تکیه میکنه. خداوند جل و علا همه را هدایت کند و از ضلالت و گمراهی نجات دهد.